بسیار کوتاه بگویم. ما در مسابقه قبلی ما هم گفتم که واحد نژند از ما را هم دوست ماست، هم قهرمان ماست و در ضمن وطندار ماست، بازوی ماست. از یک ولایت هستیم، از یک ولسوالی هستیم، از یک گفته یگان تا از یک قریه هستیم، ولی یک تعداد کسا که بین ما درزاندازی کرده بود، ما باور داشتم که این گپا آینده نداره. ولی امروز خوشبختانه اینم میبینی واحد نژند در کنارم است. ما مثل بیادر واری هستیم، هیچ کدام مشکل وجود نداره و ما ایرا میفهمیم، ما ایرا درک میکنیم که از بی‌اتفاقی، بی اتحادی و از جنگ و پرخاش و کشمکش ها نه مردم افغانستان ایرا خوش داره، نه در موقف ما زیبنده است. ما خوش داریم برای مردم ما، برای ملت ما افتخار کسب بکنیم، خوشحالی کسب بکنیم و مردم اینمی توقعش از ما است. اگر ما هر روز یکی دیگه سر یکی دیگه بزنیم، یک میلیون، 10 میلیون، 20 و چند میلیونه که جوان ها هستن ما را الگوی خود قرار میتن و از ما چی یاد بگیره. به او خاطر ما از کل قهرمان ها دعوت میکنم امو خونسردی خدا، اتحاد خدا حفظ بکنن و در کارهای خود باشن، خدا رشد بتن. خلاص زنال و جان گفتنی ها داره برتان. زنده باشی مبارک صاحب، بخیر سلامت باشی. دیگه سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی بیننده های عزیزی که ما را بیننده هستن. فالوردای مبارک صاحب، دیگه خداوند همیشه شما را میتونه موفق کامگار داشته باشه که ما در بعضی می صفحات مجازی میدیدیم که یک مسئله، یک گپی که مثال در بین ما یک بسیار کوتاه و خرد بود، تو را بسیار کلان ساختن و مثل چالش واری جورش کردن. دیگه او تیر یک گپی نیست. دیگه بعضی یگان مشکلات‌های در بین ما بوده، در بین مردمایی که تک اندازی میکردن، بعضی گپایی را در پیشوری بر ما میآورده. دیگه ما اصلا در این روادار نیستیم که با هیچ هموطن ما مبارزه کنیم، با خصوص با مبارز صاحب قهرمان ماست، افتخار ماست. دیگه تمام دوستایی که ما را بیننده هستن، این را میگم که همیشه به اتفاق اتحاد و بیادر همدلی را در بین خود جای بتیم، بیایم فایترهای بیرون مرزی را چلنج بتیم، بیایم با مردمای بیرون از افغانستان مبارزه کنیم. ما کل مردم یک افغانستان هستیم که آن کل ما و شما میبینیم که هر روز انفجار و انتحار و مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی دامنگیر ما شده. دیگه همین ورزشکاراست که یک ذره در بین مردم خوشی و اتحاد آوردن. ما در بین خود نه کدام مبارزه داریم، نه مبارزه میکنیم، نه با آقای مبارز، نه با هیچ هموطن ما که از افغانستان باشه مبارزه میکنیم. کلشان نور چشم ما هستن. کسی هم ما را به عیز چالش یا مثال گپ میزنه که ما میخوایم امروز مسابقه میکنیم، من میالا برات نمیجا میگم پشت دست برات ما برات باختگی، همین تو پیروز میدان باش. این بهتر است که بیایم ما و شما یک دست باشیم، یک جای تمرین کنیم، یک جای آمادگی بگیریم، یک جای اگر یک نفر ما مسابقه می داشته باشه، تمرینات خود یک جای سپاری کنیم، مشکلاتایی که دیگه بگیریم بخیر تا بتونیم بیشتر مردم افغانستان خوشحال بسازیم. دیگه خوش نباشیم که ما بیایم با مبارز یا با اوتک یا که دیگه مبارزه کنیم. کل ما و شما از یک افغانستان هستیم. میگه همه تو خوش و خوشحال باشید دوستان. می لایف هم میگه یک تشکری میکنم از پدرم که در بین ما یک آمد و تمام دوستا را گرفته که ما کدام گپی هم اگر نبود. خب یک ذره رسانه یگان سوالای بیمانا میکنه، مجبور استی که دیگه جواب بدی. بازار خود گرم میکنه از ما دیگه. این که مردم ما خوشدار نباشه، این که در یک صفحه که من مثال یک عکس مبارز صاحب انداخته باشم، اگه 10 نفر مثال خوب گفته باشه، 50 نفر دیگه گفته این کارتانه چه اصلا قابل مثال این است که اگر شما مسابقه دان شوید، شما چیز شوید، تشویق شوید، حمایت شوید. همین بهتر است که دست به دست هم بتیم، همون تو یک جای باشیم، اتفاق خود برابر کنیم. دیگه لایف و مبارز صاحب آمد صرف به خاطر همین بود که همین موضوعی که با کسایی که واضح نشده همین واضح شود. ما مثل بیادر هستیم، یک جای تمرین میکنیم، مسابقه بیرون مرزی که داشته باشم میایم با هم یک جای تمرین میکنیم، آمادگی میگیریم. مشکلاتی که ما دارم، مشکلاتی که با مبارز صاحب داره، کل ما تکمیل شیم تا بیشتر و خوبترتر با در مقابل حریفای خارجی خود بدرخشیم. دیگه کدام گپی تو در بین ما نیست. شکر دیگه از کسایی که همین جنگ اندازی رو میکنه، بعضی صفحاتی است که من میبینمشان بسیار کلان فالووردام دارن، همین بهتر است که پشت از این گپا تام نگردی. دیگه کوشش کو که
این مسئله رو تو باید جلوگیری از این کار کنی دیگه. به خاطر بازار گرم تانگه نیست دیگه، اون گپ نیست. اینا دیده که واحد نجان میگفته تو از چقدر گل بچه از یک بچه بسیار کاکس. ما اول هم گفتیم حالا میگیم بزدن یکی دیگه افتخار نمیکنیم، ولی که واحد نجان مرا بزنه یا ما واحد نجان بزنم ما این چی افتخار است. به نظر ما بازوی یکی دیگر را قطع میکنیم و در این گپ ما دوستا خوش میشه، کسایی که شرانداز از خفه میشه، خداوند او را هدایت بکنه و ما باید برای افغانستان کار بکنیم. ما نباید به اتفاقی و به اتحادی را دامن بزنیم دیگه. ما از او ده هموطنای ما، دوستای ما، کسایی که در شبکه‌های اجتماعی از خواهش مایی است که از نظریات منفی، از کومنت های منفی که باعث کمرویگی یک ورزشکار میشه از او جلوگیری بکنین و اگر میتونی ورزشکارایتان، قهرمانایتان، هر کسی باشه با نظریات نیکتان با نظریات خوبتان همراهیشان کنی، همراهیش کنید. در غیر از